روز شما بخیر بینندگان ارجمند. شما برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را در روز پنجشنبه دهم ایول تماشا میکنید. این برنامه با اتفاق کارمندان رادیوی آزادی در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا به عنوان موضوعهای نشر توجه کنید. پدر سرباز نیروهای مرزبانی به نتیجه تحقیق مرگ فرزندش باور ندارد. سفربک رحیمزاده از دادستانی ختلان تفتیش عادلانه این حادثه را تقاضا کرده است. ما در این دلیلمون هست که تیر عقیب زدگیش همین لبای آدم ببینه میدونه. حمله های افزاینده روسیه بالای اوکراین پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را وادار کرده است که به کیف سلاح دفاعی فرستد. میخواهم در یک شکل به مردم رسانم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع میپیوست، نباید ادامه کند. دور از وطن باشم هم زادگاهم را دوست می‌دارم، میگوید یک مهاجر تاجیک که برای پاککاری کوچه های تاجیکستان به نورسان پول میدهد. بعد کدانش میبینم که همونجا تازه شده کم خیلی رنگ دل دوی میشه که خیلی خرسان میشه. دادگاه حربی ولایت ختلان به بررسی پرونده مرگ یک سرباز قشون‌های سرحدی آغاز کرده است. سنت الله قادیروف مرزبان 21 ساله ماه اپریل امسال در وقت نوبتداری در سرحد تاجیکستان و افغانستان از تیر سلاح کشته شد. دادستانی یک همخدمتی او را بازداشت کرده است، اما پیوندان سرباز کشته شده از نتیجه تفتیش راضی نیستند و طلب دارند که قضیه پوره روشن و گمانبری واقعی به جوابگری کشیده شود. مولا رجب یوسفی موضوع را پیگیری کرده است. دویم باره خوکوی کردگیشون این احوالی بچه چیکار کنم بچه فرینا. 3 ماه است که سفربک رحیمزاده در این مقامات را میکوبد تا به سوالهایش درباره مرگ پسرش پاسخ گیرد. فرزند او سنت الله قادیروف ماه اپریل امسال در وقت نوبتداری در سرحد به هلاکت رسید. مقامات گفتند که سبب مرگ سنت الله قادیروف از بی احتیاطی تیر پراندن هم خدمتش بود، اما پدر سرباز به این فرضیه باور ندارد. شکایت اساسی ما که همه چیزی اکسپرت کو وابشه دروغ گفتگی ما که ما در این دلیلمون هست که تیر عقیب زدگیش همین لبای آدم ببینه میدونه یا ما رو فریب کردن که تیر پیش دل را هم خیلی گفته وای کردن. ما فکر میکنیم که همون سربازی گمانبر شده هم که همون هم دروغ کو گروزید کردن پاستاوید کردن که همون رو محکم کردن. تلاش های ما برای صحبت با مفتش این پرونده بی نتیجه بود. دادستانی حربی در پاسخ به پدر سرباز نوشته است شکایت های پدر سرباز سنجیده شدند. نمایندگان دادستانی نوشتند کارشناسان مستقل طبی جسد سرباز را از قبر برآورده سنجیدند و اثبات کردند که تیر از طرف پیش پرانده شده است. با وجود این در پاسخهای رسمی مقامات درباره مرگ سنت الله قادیروف اختلاف‌ها به نظر می‌رسند. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نوشته است همخدمت سنت الله به طور تصادفی از پشت به او تیر زده است. اما در پاسخ دادستانی حربی آمده است تیر از طرف پیش وارد شده است. سفربک رحیمزاده با تکیه به پاسخ قشون‌های سرحدی میگوید قاتل پسرش شاید دیگر کس است. همین سرپرکراتور گفتگی که 2 نفر پاس داده بودگان. ما با ثبتای اوازی داریم که همون سالداتای چاس گرفتگی و مقصد رخصتی میان کو هم خدمتای هم بچم. اویا ما گپ زاپیس کردیم که 3 نفر بودگان. آن 3 نفر نیست در اونجا اسپریت شده دیگه 3 نفرشون. با اتهام دست داشتن در مرگ سنت الله قادیروف همخدمتی و اسدالله قربانوف در بازداشت است. دادستانی حربی علیه قربانوف با ماده سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی که باعث مرگ انسان شده است پرونده باز کرده است. کودکس جنایی برای این اتهام از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. سرباز دستگیر شده ساکن شهر اصفهان است و معلوم نیست که تا کجا اتهام را قبول کرده است. رقم‌های والدین و ادوکت سرباز دستنارس بود. مرگ سربازان تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن عسکران مشاهده شده است. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امکان ارسال پایگاه ضد هوایی پتریوت به اوکراین را بررسی دارد. به قول او این سلاح معاصر امکان خواهد داد که اوکراینی ها به حمله های هوایی روسیه پاسخ دهند. اصلا مقامداران آمریکایی هفته گذشته اعلام کرده بودند که تفتیش انبارهای اسلحه را آغاز نموده تا انجام آن فرستادن سلاح به اوکراین را باز می دارد. بعد از آن حمله های هوایی روسیه بالای شهر و دهات اوکراین به مراتب بیشتر شده است. میرزا نبی خالقزاد موضوع را ادامه می دهد.
صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دست کم 2 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان 10 ناحیه شهر 6 تای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جایها موشک‌ها و درون‌های روسی به بناها برخورده، بام 2 ساختمان آتش گرفته است. این گربه را بینید، از من بیشتر وحشت زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش از تن جدا می شود. مثل سگ نفسی وزنی می کشد. روز 9 ایول نیز بر اثر حمله‌های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. با گفته نظامیان اوکراینی، تنها در حمله‌های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنژال و اسکندر را استفاده برده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله‌هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پرره جانبداری می‌کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم‌های علاوه‌ای کرملین را به قبول آتش‌بس وادار می‌کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت می‌فرستد. میخوام در یک شکل به مردم رسونم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع میپیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر اکثرا جوانان را از دست میدهند. جوانان کشته میشوند. دونالد ترامپ وعده داده است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر میفرستد تا اینکه کشور تواند به حمله‌های افزاینده روسیه مقاومت کند. مقامات در ازبکستان تنقیدهای سازمان ملل متحد درباره شیوه برخورد با پرونده گلنوره کریمووا را رد کردند. مرکز ملی حقوق انسان در ازبکستان در یک اظهارات پاسخ حکومت این کشور را به گزارش گروه کاری سازمان ملل متحد آید به حبس‌های خودسرانه در رابطه با پرونده دختری کلانی پرزیدنت پیشین اسلام کریموف نشر نمود. در گزارش این گروه حبس و زندانی کردن گلنوره کریمووا یک عمل غیر قانونی نامیده شده است. همکارم طاهر سفر حالا با ما در استودیو است و از او خواهش میکنیم که موقع حکومت ازبکستان و خلاصه های سازمان ملل متحد را درباره پرونده کریمووا به ما بگوید. بله خیرمان، مقامات ازبکستان گفتند که در گزارش گروه کاری سازمان ملل نظرهای یک جانبه استفاده شده است و پاسخ رسمی تاشکند را نادیده گرفتند که این عادلانه نیست. در پاسخ حکومت آمده است از جمله که تمام پرونده‌های جنایتی گلنوره کریمووا بر پایه مقررات قانون و مطابق به عهده‌داری‌های بین المللی ازبکستان از جمله عهدنامه بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی تحقیق شدند. با تاکید حکومت ازبکستان در تمام مرحله‌های دادگاهی هم عدالت تامین شده است. ولی گروه کاری سازمان ملل میگوید 14 فوریه سال 2014 گلنوره کریمووا را ماموران امنیتی به امر دادگاه بازداشت کردند. 18 ماه با دخترش در حبس خانگی بود و دخترش به مکتب هم رفتن نمیتوانست. بار دوم گلنوره کریمووا را روز 21 آگوست سال 2015 در آشخانه منزلش در شهر تاشکند محاکمه و به 5 سال حبس خانگی محکوم کردند. حکم نهایی او سال 2019 صادر شد و گلنوره کریمووا به 13 سال و 4 ماه زندان محکوم شد و به زندان زنانه فرستاده شد. گروه کاری سازمان ملل نوشته است که در پرونده کریمووا چند مورد قانون‌های بین المللی نقض شده است و برای همین حکومت ازبکستان باید به او جبران معنوی پردازد و پرونده کریمووا از نو و عادلانه تحقیق شود. تا کجا انتقادهای سازمان ملل متحد میتواند در سرنوشت کریمووا تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر طاهر اینکه او در از خودکنی مبلغ‌های هنگفت گناهکار شده است که آن را حتی مفتشان خارجی هم تصدیق میکنند. بله خیرمان، دادستانی کل ازبکستان گفته است ضرر عمومی که کریمووا به منفعت‌های دولت و شهروندان رسانیده است بیش از 1 تریلیون سوم یا بیش از 1 میلیارد دلار حساب شده است. یکی از قانونشکنان
پیشکنهای جدی هم که کشورهای اروپایی گلنار کریمووا را به آن متهم می‌کنند این است که از شرکت‌های عظیم مخابراتی خارجی در ازبکستان برای فعالیت در قلمرو کشور صدها میلیون دلار رشوه گرفته است. ولی تا کجا حکومت ازبکستان خواسته سازمان ملل را برای پرداخت جبران و محاکمه دیگر باره اجرا می‌کند سوال جدی است. از جمله عبدالرحمن تشنف رئیس سازمان حامی حقوق ازگولیک در صحبت با رادیو آزادلیک بخش ازبکی رادیو آزادی گفته است که خلاصه‌های گروه کاری بیشتر مشورتی هستند و حکم اجرا ندارند. حکومت ازبکستان هم به قول او به احتمال زیاد حکم را تغییر نمی‌دهد. حامی حقوق امید نیازова گفته است گلنار کریمووا قربانی بی قانونی شد که پدرش پرزیدنت اولین ازبکستان اسلام کریموف آن را ایجاد کرد و در نهایت دخترش هم به چاهی آن افتاد. تشکر. طاهری سفر بود با خلاصه های پرونده گلنار کریمووا از دیدگاه گروه کاری سازمان ملل متحد و هم حکومت ازبکستان. برنامه را پی میگیریم. بختیار سفرов یک مهاجر تاجیک مقیم مسکو در تاجیکستان تشبس نادیر را به راه انداخته است و میگوید تا زمانی که پولش تمام نشود معرکه پاکاری محله و کوچه ها را ادامه میدهد. بختیار به نورسانی که داوطلبانه ظرف‌های پلاستیکی و دیگر پرتوها را از محله و جویبار و کوچه هایشان جمع می‌آورند پول تقسیم می‌کند. میگوید یگانه پاداشی که از این کارش میگیرد احساس خوبی کمک در آبادی وطنش است. همکاری ما از بخش میگرانت مدیا یعقوب حلیم گزارش می‌دهد. این بچه ها برای هر خلطه پرتابی که جمع می کنند 30 سامانی پاداش می گیرند. آنها را به این کار و از طریق شبکه‌های اجتماعی بختیار سفرов مهاجر تاجیک از روسیه تشویق کرده است. بختیار می گوید می خواهد برای تاجیکستان کاری نیکی انجام دهد. گفتم که برادرو کدام آدمی که مقصد در کدام منطقه زندگی میکنه در لوبای جای خود در پامیر خود در ونج خود در دوشنبه جای در باشه گفتم همین برای همون مسورکه را صورت بگی یا که ویدیو کن جو برا را صورت گرفته‌سیان و ویدیو کرده‌سیان آورده‌سیان گیردی خونه را تازه اوجه دیدم که همین چیز در شوق‌ما شدند. دعوت بختیار در شبکه‌های اجتماعی به خصوص نورسان را جلب کرده است که روزانه به او از 100 تا 120 ویدیو می‌فرستند. بختیار سفرov ساکن دوشنبه است و 17 سال باز در مسکو زندگی می‌کند و همراه برادرش مغازه نه چندان کلانی دارند. بعد 6 تا فکر کردم گفتم که چیکار کنم که من خطیبی هیچی هم که نباشه کم ترک در همین ملتم خوبیم برسه. مرم تاجیکم بیرون وطن مقصد چندین سال شد غریبم. به یادش زمانی نورسیش در روستا رسیده است که چگونه خودش را به کار تشویق می‌کردند. وقتی که مایده بودم همین بیبیم وای میکرده میگفت که با میرفتم پیش بیبی میگفتم که یک کوسه جرغوت شیر البته بخرم با خر میداد یا دوست میداد من میگفت که براد یک خر علف میاریم با یک کوسه شیر میتیم. ما ساعت 4 ساعت دم میخواستم کتی جروم میشتم خر دم میرفتم عدیر یک خر علف میآوردم با ما یک کوسه جرغوت و یک کوسه شیر میداد. با امورا منم گفتم که بیا همین گودک کارا خیا 100 روبل 500 روبل 1000 روبل گفتم همین گودک کارا خرسان کی نه بار دیگه سلام کرده خیر نکجون حوصله شدی نکجون. در نوارهایی که نورسان زیادی به بختیار سفرov فرستادند نقل میکنند که چقدر پرتاب جمع آوردند و کجا را پاکیزه کردند. بختیار میگوید از حساب خودش به بچه ها پول میدهد. میگوید از این کارش احساس خوبی دارد. وقتی که یک گیردی خونش توزه میکنه یا رایونش توزه میکنه پیش همون کدنش ویدیو میکنه روی میکنه میبینم چه جزیره بعد کدنش میبینم که همون جا توزه شده کنم خیلی رنگ دل دوی میشه کو خیلی خرسان میشه. بختیار در مدت کمتر از 10 روز به بچه هایی که در پاککاری محله و کوچه هایشان سهم گذاشته‌اند 35,000 روبل تقسیم کرده است. با شوخی میگوید تا زمانی تمام شدن پولش این نکوکاری را ادامه میدهد. برنامه امروزه به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیو آزادی صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهمگذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمی بودید میتوانید دربارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر معلومات دهید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه azadi.org و هم صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما.